به نام خدا. سلام دوستان عزیز. 23مین قسمت از گاهنامه مرآت و میرسیم باز هم به جریان نفوذ بهاییت. و خب ایضاً یهودیت هم در کنار بهاییت همیشه زبان زد عام و خاص بودن. تقریبا جریان نفوذ بهاییت به مناصب دولتی میشه گفت که از دوران رضا پالانی شروع میشه. البته قبل از اون جریان بهاییت تلاش داشت که خودش رو وارد عرصه بکنه، ولی به خاطر چندین دلیل آنچنانی که باید و شاید نتونسته بود وارد مناصب دولتی بشه، یا اگر هم شده بودن در مراتب پایین تری بودن. اکثرا فکر میکنن که جریان نفوذ بهاییت به بعد دوران کودتا علیه دکتر محمد مصدق برمیگرده، یعنی از سال 1332 به بعد، در حالی که نمیدونن کشف رضا پالانی توسط یکی از سرشناس‌ترین بهاییان اواخر دوره قاجار، یعنی حبیب الله عین الملک، پدر نخست وزیر محمد رضا پهلوی، یعنی امیر عباس هویدا، صورت گرفته که رضا پالانی رو به اردشیر جی، رئیس سازمان جاسوسی بریتانیا در ایران، معرفی میکنه تا اقدامات لازم برای کودتا علیه حکومت قاجار در اون سر بگیره. همین مقدار بدونیم که در کابینه ضیاءالدین طباطبایی هم بعد از کودتای 3 اسفند ماه 1299 از 13 نفر عضو کابینه 7 نفر از وزرا یهودی و بهایی بودند. اما بحث امروز ما درباره نفوذ بهاییت در دوره پهلوی نیست. من فقط یک تاریخچه‌ای رو براتون گفتم که بدونید از یک زمانی اینها شروع کردن اومدن جلو و سعی کردن که در تمام ادوار در نقش‌های مختلف خودشون رو جا بدن. تو برنامه قبلی یادتون هستش که حتی توی شطرنج بازها من گفتم شهر بیات خودش اعلام میکنه که من یک یهودی مخفی بودم در ایران. الان هم این نفوذها اتفاق افتاده. امروز اما بحث ما در مورد شخص هستش. نمیخوام بگم این شخص که میخوام الان در موردش صحبت بکنیم لزوما بهاییه، اما صحبت‌های این شخص و مستندی که از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه مستند پخش شد، این شایبه رو به وجود آورد که ایشون چگونه و چطور ارتباطی میتونه با بهاییت داشته باشه که اینقدر محکم از یک بهایی ولو عمه بزرگشون باشن دفاع بکنه. ببین دوستان، من بهتر اول از یه خانومی به نام قرةالعین نام ببرم. قرةالعین رو خیلی خوب میشناسنش، اونهایی که در محافل بهاییت بودن و یا تحقیقات لازم رو در مورد بهاییت کردن میدونن که قرةالعین کیه. برای آشنایی بیشتر من صحبت آقای پورمسعود رو براتون میذارم، شما یک مروری داشته باشید، برمیگردیم با هم ادامه میدیم. یک اتفاق میفته، شبکه نفوذ فعال میشه واسه تظاهراتش. آقا بنده توییت زدم، تظاهرات اولی که اتفاق افتاد قرار بود بیانیه ها رو دادن که بیان جلوی دانشگاه امیرکبیر رو دادن کجا و اینا برای اینها تجمع ایجاد بکنن. بعد توییت زدم گفتم هسته این سری تجمعات با بهاییته. بهایی رو دریابید. الان فکت ارائه میدم خدمتتون. تجمع اول بعد از هواپیمای اوکراینی روبروی دانشگاه امیرکبیر بود، درسته؟ خب چرا؟ چون دانشگاه امیرکبیر بودن. خب اگه بخوایم اینجوری استدلال بکنیم کمترین تلفات مال دانشگاه امیرکبیر بوده، بیشترین تلفات تو هواپیما مال دانشگاه تهران بوده. خب تجمعات برداشت می‌برد 16 آذر، خیابون 16 آذر بغل دانشگاه تهران. چرا بردی دانشگاه امیرکبیر؟ تو تجمع دانشگاه امیرکبیر کی شرکت میکنه؟
سفیر انگلیس، باریکلا. خب چرا سفیر تو این تجمع شرکت میکنه، تو چند تجمعات بیشتر شرکت نکرد؟ حرف دیگه. دانشگاه امیرکبیر کجا واقع شده؟ میخوام بگم محل تجمع موضوعیت داره. حالا جدا از این که بهائی‌ها تو کانال‌ها و گروه‌هاشون کلی تبلیغ میکردن که آقا وارد این تظاهرات بشید، باید تجمع داشته باشیم، به همان کنیم، فلان کنیم اینا، دانشگاه امیرکبیر در تقاطع خیابان حافظ سمیه تو تهرانه. تو گوگل مپ برید نگاه کنید. روبروی دانشگاه امیرکبیر که دقیقاً محل تجمع اینها بود، یه ساختمون به اسم ساختمون حوزه هنری. این ساختمان حوزه هنری قبل از انقلاب طبق گفته‌هایی که در منابع بهائیت اومده، مقبره طاهره قرةالعین یکی از اسطوره‌های بهائیت بوده. طاهره قرةالعینی که برای مقابله با حکم حجاب اومد جلوی جمزنای محسنه کرد جلو شوهرش، اومد که بعدها گلشیفته فراهانی به این مقام رسید، شد مقام قرةالعین، اومد لخت مادرزاد شد، قبح حجاب رو شکست. این ساختمون هنوز که هنوزه برای بهائیت موضوعیت داره، بهش میگن حظیرة القدس. تو کتاب‌هاشون عکسشو گذاشتن، یک حالت طراحی گنبد شکل، نوشته مرکز بهائیان تهران. بعد انگلیسی که پشت بهائیاست باید بیاد تو این تجمع شرکت کنه. باز شما دست شبکه نفوذ رو می‌بینید. خب صحبت‌های آقای پورمسعود رو دیدیم و شنیدیم. فقط برای تکمیل صحبت‌های ایشون عرض بکنم، العیاذ بالله همونقدر که امام حسین برای ما ارزش داره، قرةالعین برای بهائیت معتبره و بسیار بسیار در عقاید این فرقه ضاله برای قرةالعین احترام قائلن. تو کتاب تاریخی ما هم بر مقام این زن به دلیل ساختار شکنی و مقابله با اسلام تاکید شده. شنیدید که آقای پورمسعود در موردش چی گفتن؟ گفتن که زنای محسن در جلو چشمان شوهرشون داشته. حالا چرا در مورد خانم قرةالعین صحبت کردیم؟ به خاطر اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه مستند تلاش شد با پخش فیلمی چهره این زن بدکاره رو تطهیر بکنن. نکته جالبش اینه که یکی از نوادگان برادرزاده قرةالعین شدیداً تلاش داشت چهره عمه بزرگ خودش رو تطهیر بکنه و در اون فیلم به حساب تلاش میکنه که روی جنایت قرةالعین که شهادت شهید ثالث هستش سرپوش بذاره و قرةالعین رو مبرا از این شهادت بکنه، در حالی که کتاب تاریخی همشون دارن به صورت محکم میگن که قرةالعین باعث بانی شهادت شهید ثالث شد. اما این مرد کیه؟ رئیس 2 دوره سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد، بله، آقای علی‌اکبر صالحی. به صحبت آقای صالحی چند لحظه گوش بدیم، ببینیشون در مورد عمه‌شون چی میگن، برمیگردیم. قرةالعین فرزند ملا محمد صالح بود. او هم بنا به دلایل متعددی، برخیش هم خانوادگی، شروع میکنه به میل کردن به این که ببینه این شیخیه واقعا اصولشون چیست. ملا محمد صالح که ما از تیره او هستیم این وسط وامیسته. اینجا یه مقدار اختلافات درون خانوادگی از نظر فکری شروع میشه، یعنی در خانواده هم خیلی صحبت ها و مباحث همین شیخیه مطرح میشه و یه سری کدورت ها لاجرم از اونجا شروع میشه و آغاز میشه. قرةالعین تمایلی پیدا میکنه به بابیه، این رو من کاملا رد میکنم. خیلی از کسانی که شنیده بودن یه اختلاف درونی خانوادگی هست به فوریت رفتن سراغ قرةالعین که سبب شهادت
شهید ثالث یا مولا محمد تقی مثلا قرةالعین بوده. یعنی با تدبیر ایشون، با تحریک ایشون این اتفاق افتاده که ما کاملا این رو رد میکنیم. جنس او از این جنس ها نبوده که بخواد توطئه این چنینی بکنه. بالاخره هر کسی یه سرشتی داره، سرشت این خانواده اجازه نمیداده یه کسی مثل قرةالعین بیاد دسیسه‌ای بکنه علیه عموش که مثلا برن بکشنش. اصلا نمیچسبه. تقریبا اونهایی که سال 88 رو به یاد دارن یادشون هست دانشمندان هسته‌ای ما توسط صهیونیست‌ها ترور و به شهادت رسیدن. شهیدان مصطفی احمدی روشن، داریوش رضایی نژاد، مسعود علی محمدی، اردشیر حسین پور و چند سال قبل هم دکتر محسن فخریزاده هم به جمع این شهدا پیوست. نکته جالب و توجه اینه که در زمان شهادت این افراد ریاست سازمان انرژی اتمی رو صالحی یعنی نواده برادرزاده قرةالعین به عهده داشت. شاید ما اشتباه کنیم، آقای صالحی هیچ رابطه‌ای با بهاییت نداشته باشه، اما بحث ما اینه که چرا جناب آقای علی اکبر صالحی در اون مستند به این صراحت به دنبال دفاع از عمشون بودن و شبکه مستند چرا یه همچین مستندی رو درست کرد که چهره قرةالعین رو تطهیر بکنه. شاید آقای صالحی نقشی واقعا نداشته باشه و فقط به خاطر دفاع خانوادگی متهم به این موضوع میشه، اما رسول الله میفرمایند مؤمن هیچگاه خود را در معرض تهمت قرار نمیدهد. اگر هم برای ما شایبه و شبهه‌ای به وجود اومده، مقصر خود آقای صالحی و شبکه مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. در این شکی نکنید. ما البته بحث بهاییت رو سعی میکنیم باز هم در جاهای خاص دیگر ادامه بدیم. انشاءالله توی برنامه‌های بعد یک کمی هیجان به برنامه‌ها و دوباره اضافه بشه. ما سعی خواهیم کرد به خیلی از شبهات پاسخ بدیم. ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر. یا حق.